چالش که من از همون وقتی که اومدم خب چالش‌های متفاوتی داشتم و هنوزم دارم و در آیندهم خواهم داشت. به هر صورت مهاجرت کار راحتی نیست، یه جذابیتایی برای خودش داره، ولی ما همیشه فکر می‌کنیم که میریم و همه چی بهشته، ولی در اینجوری نیست. مهاجرت بومبستای خودشو داره که آدم باید دوباره بره یه مسیر دیگه‌ای بره. این که من یه خانومم که اومدم، این فرق نمی‌کنه که من کجای دنیا برم. به نظر من به هر صورت از دید من هنوز تو قرن 21 خانوما بیشتر باید زحمت بکشن، و اینکه توی جامعه به همون اندازه‌ای که مردا اکسپت بشن برای یه کارایی، خانوما هم همونقدر اکسپت بشن. باید بیش از اونا به نظر من زحمت بکشن و تلاش کنن و پرزنت باشن. یعنی برابری جنسیتی وجود نداره. خب ما الان با این تصور داریم نگاه می‌کنیم که دیگه اینجا داره حداقل میرسه به برابری جنسیتی. برابری جنسیتی خب به هر حال توی قوانین وجود داره، ولی تو واقعیت به نظر من هنوز 100% وجود نداره.